آدم با یه موبایل شارژ میشه، نشاط بهش دست پیدا میکنه. اما جوانهای ما موبایل دستشونه، یه خط 700,000 تومان، 800,000 تومان، 300,000 تومان گوشی خریدن که فقط عکس لختی رد و بدل بکنه. یعنی این موبایل برای نابود کردن اخلاقه. طرف با شخصیت یه دفعه میبینی که ناخودآگاه موبایل زنگ میخوره، نوار ساز گذاشته، زنگ موبایل سازه. حالا نگاهش میکنی از کجاست؟ کت و شلوار و کراواتی، زنگ موبایل سازه. همه نگاه میکنن تو هواپیما، تو فلان، تو ماشین، تو ایستگاه فلان، تو فرودگاه. این بعضی موقع دیگه فراموش میکنه سر نمازم بازه. باور بکنید تو نماز جمعه یک دفعه موبایل زنگ خورده که داره جاز میزنه تو صف نماز. خب این چه کاریه؟ 1,000,000 تومان دادید، ولی ما عادت میکنیم که وقتی درد و مشکلات ما را میگن میخندیم، فکر میکنیم جوک داره میگن. اینا همش درده. ما رو آلت دست کردن، میچرخونن به هر طرفی که دوست دارن. هم پول ما میخورن، هم با این امکانات ما جامعه ما رو فاسد میکنن. فساد دستمون دادن. یالا دکمه بزن، نیاز نیست ماهواره داشته باشی، دکمه بزن همینجا، هرچی میخواید توش میفرستید. شرط نیست که عالم دین باشی سخنرانی بکنید، همین موبایل تو اسلامی بکن، موبایلت مؤمن بکن. امروز شیطان خیلی حرفه‌ایه، مثل شیطان 300 سال پیش نیست که زمان اولاغ بوده. امروز شیطان موبایل دستشه، امروز شیطان ماهواره در اختیارشه، امروز شیطان انگلیسی داره صحبت میکنه، امروز شیطان هنرهای نازیبا رو زیبا جلوه میدهد. خیلی مدرنه. امروز شیطان اینترنت و ماهواره و موبایل و کامپیوتر و امکانات زمانش و امکانات عصر دستشه. شیطان امروز حرفی است، مؤمنین هم باید حرفی باشن. با همین موبایل در 1 ساعت جلوگیری از 4 تا خودکشی شده با همین موبایل. چقدر سوال شرعی دارن، تو اون گوشی دنیاست نمیخواد ببینیدش، زنگ میزنه این مشکل دارم راهنمایی میکن. موبایل شده وسیله راهنمایی و نجات و ارشاد.